بچه ها خوش اومدید به یک ویدیو جدید از کانال مستر امیررضا. امروز اومدیم بریم تا یک سنس خوب رو امتحان کنیم و جلدم رو بهتون معرفی کنم. بریم به سراغ ویدیو. اول میرم جلدم رو معرفی کنم. این از جلد من که لیولش 4، 39 نفر آدم توشه. اگه خواستید بیاید تو جلد من، اینم کد جلد منه: 3044915104. اگه هم جلد پر بود، آیدی اینستاگرام توی توضیحات میذارم، از اونجا بهم پیام بدید جلد خالی کنم تا بیاید توی جلد. بچه قبل از رفتن به سراغ امتحان کردن سنس یه چیزی براتون بگم. من شاپ روبوکا و تلگراممو میذارم توی دیسکریپشن یا همان توضیحات این ویدیو. حتما به توی آنجا هم جوین بشید. اخبار بازی میذارم، سنس میذارم، خرید فروش کانت میذارم. حتما برید اونجا هم جوین بشید. بریم به سراغ امتحان کردن سنس. UMP بخریم. با UMP خوب. بچه من بریم برای امتحان کردن MPTL. MPTL هم خوب. بعضی جاها این اسمی که برای خیلی خوب. بالا هر جا پیدا بعضی جاها بریم برای امتحان کردن دیزرت گذاریم. دیزرت رو بخواهیم. بریم برای امتحان کردن دیزرت. خیلی بطنکشم بالا میست میره سرش بالا خود کم کشیم. بریم دیگه چگانی هست باشه امتحان کنیم. ببینم با MP5 هم امتحان کنیم. بذار سرش کنم.
باید خوب بریم برای نشون دادن سنس. اول بریم دکمه رو نشونتون بدم. دکمه تیر این سنس 49 هست. بریم به سراغ نشون دادن سنس. سنس هم اولی 195، دومی 105، سومی 167، چهارمی 146، پنجمی 53، آخری هم 0. از اینجا در بیاییم. بچه امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه نظری یا چیزی دارید توی کامنت ها بگین. اگه میخواهید مثلا یک ویدیو خوب بسازم یا سنس گوشیتون رو پیدا کنم و بهتون بگم، توی کامنت ها این ویدیو بریم بگید. کامنت ها رو میخونم و جوابشون هم میدم. بچه ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یک ویدیو خدا حافظ.